دادستانی حربی ولایت ختلان نسبت سرباز 18 ساله پیروی سازمان مذهبی شاهدان یهوه که میگوید با دلیل باورهای دینیش لباس نظامی نمیپوشد پرونده جنایی باز کرده به دادگاه حربی فرستاد. دانیل اسلاموف سرباز 18 ساله یک قسم حربی در قرغان تپه با ماده 378 قسم 1 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی سرکشی از اجرای وظیفه‌های خدمت حربی با راه فریب متهم می شود. او ماهی اپریل سال روان از ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به خدمت حربی جلب شد ولی تاکنون از پوشیدن لباس نظامی با بهانه باورهای مذهبیش خودداری میکند. علیشیر رفیقزاده دادرس دادگاه حربی ولایت ختلان روز 4 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده این سرباز به دست آنها رسید ولی مرافعه هنوز آغاز نشده است. او گفت این جوان حالا در قسم حربی قرار دارد و بازداشت نشده است. با گفته رفیقزاده این جوان از روز اول خدمت لباس نظامی به بر کردن نمیخواهد. ماده 376 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان که این پیروی سازمان مذهبی شاهدان یهوه با آن متهم می شود تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند. دانیل اسلاموف پس از دعوت شدنش به خدمت حربی به فرماندهانش گفته است که از روی عقاید مذهبیش نمیتواند لباس حربی پوشد و به دست سلاح بگیرد. از این رو او را به خدمت حربی آلترناتیوی جلب کنند تا کارهای غیر نظامی انجام دهد. اما اکسانا اسلامو و مادر دانیل به خبرگزاری مذهبی فوروم 18 گفته است که مقامات این درخواست پسرش را رد کردند. در تاجیکستان خدمت حربی برای جوانان 18 تا 27 ساله حتمی است و به هیچ گروه مذهبی امتیاز داده نمی شود. تنها به افراد معیوب، پسر یگانه در خانواده و آموزگاران دهات موقتا برای جلب نشدن به ارتش قانونگذاری امتیاز داده است. مادر دانیل اسلامو گفته است که پسرش از کودکی صحتی خوب نداشت ولی کمیسیون طبی نزد کمیسریت حربی ناحیه فردوسی دوشنبه او را قابل خدمت اعتراف کرده است. دلربا صمدوی رهبر سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی روز 4 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که واقعا قانونگذاری تاجیکستان به هیچ گروه مذهبی امتیاز نمی‌دهد ولی طرح خدمت آلترناتیوی که 2 سال پیش از جانب سازمان‌های جمعیتی به وزارت عدلیه پیشنهاد شده بود هنوز نهایی نشده است. بر اساس این طرح شهروند میتواند با پرداخت مبلغی معین از خدمت سربازی آزاد شود و آنهایی که به خدمت سربازی میروند از این حساب معاش بگیرند. همچنین این طرح خدمت حربی را از 2 تا 1.5 سال در نظر دارد. بحث پیروی سازمان شاهدان یهوه در حالی است که فعالیت این گروه در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است. این سازمان سال 1997 در تاجیکستان فعالیتش را قانونی کرده از رویه‌های فعال مسیحی شناخته شد. فعالیت این سازمان دینی نصرانی سال 2007 با یک قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان که آن وقت اداره امور دین در اطاعتش بود ممنوع اعلان شد و سپس از طرف دادگاه تصدیق شد.